أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آیت 127 داستان ابراهیم علیه السلام به خاطر رد عقیده یهودی‌ها و نصرانی‌ها و مشرکین مکه که بت پرستا بود، به این خاطر الله بیان میکند که ابراهیم پیامبری است که شما خدا به این منسوب میسازین. یک پیامبری نبود که عقیده شما را و اعمال شما را داشته باشد. یک پیامبری بود که علیه شرک و خرافات مبارزه کرده و به خاطر نظام توحید حتی قربانی های زیادی دادگی است. در این آیتی را بیان میکنه که بیت الله که مرکز توحید است، بر عبادت الله جور شده، اطاعت الله، ابراهیم این را جور کردگی است و به این خاطر جور کرد که در شرک نشود. حال شما شرک میکنید. و اذ یرفع ابراهیم، و زیاد که زمانی را که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام القواعد تهداب ها را من البیت از بیت الله و اسماعیل علیه السلام، و در این وقت دعا میکردن در این وقت ربنا ای رب تقبل منا، قبول بکن از طرف ما، انک انت السمیع العلیم، یقینا تو ای الله سمیع شنواستی، میشنوی همه آوازها را، دعای ما را میشنوی، علیم عالم هستی به قلوب ما، به قلب ما و به نیات ما. حال الله متعال داستان بنای بیت الله عتیق بیان میکنه که ابراهیم ای را جور کرد. خو ای را اول کی جور کرده؟ بعضی میگه آدم علیه السلام، بعضی میگه ملائکه. اکثر میگه ملائکه جور کردگی است بیت الله را یا کعبه را به خاطر عبادت. یعنی اولین مسجد روی زمین است. در قرآن مسجد الحرام گفته شده، مسجد حرمت، مسجد عزت. باز پس آن دیوالایش خراب شده بود. ابراهیم علیه السلام قواعدش وجود داشت، یعنی همی تهدابش، سنگ تهدابش بود، دیوالش خشتش نبود، دوباره سرش خشت بالا کرد. بعضی هم میگه که بیخی همو سنگ هایش هم خراب شده بود. ابراهیم علیه السلام بیخی همو تهدابش هم ماند، دوباره به امرای خشت و کاری همه کارش کرد. مثل که در سورت حج الله میگه و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، زمانی که جای دادیم بر ابراهیم بیت الله را، یا نشان دادیم، مکانش گم بود. و از یرفع، زمانی که بلند میکرد، یاد که پیامبر به این انسان ها از برای قوم یک کار ناشنا را که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام قواعد بیت و اسماعیل، یعنی دو پیامبر بسیار معظم پیش الله عظمت دارن، قدر و مقام دارن، اینا بلند میکردن و استاد شده بودن، خودشان کار میکردن. یعنی مسجد خود انسان باید کار کنه دو، حالی که بگوید مسجد کار کو، کسی مسجد جور نمیکنه. مسجد بود، یک مسجد از الله. ابراهیم علیه السلام خودش کار کرد. خاتم النبیین در مدینه مسجد جور کرد، خودش کار میکرد. ما شما را کار مسجد بیا بکو و توبه، یک پیسه خود نمیده، کار خوبه. قیام کردن به ماندن اساسش، یعنی بنیادش ماندن و بنایش بلند کردن. در حالی که کار میکردن در وقت عبادت باید قبولیتش از الله بخواهی. در این وقت میگفتن بسیار با عاجزی که ربنا تقبل منا، ای رب قبول بکو از برای ما همی عبادت که مسجد تو را جور میکنیم، ای را قبول کن. انک انت السمیع العلیم، یقینا تو ای الله سمیع هستی، میشنوی کسایی که دعا میکنن، علیم هستی با نیت ما، با آبادی. یعنی دعا میکردن، میگفتن که ربنا تقبل منا، قبول بکن از ما این عمل ما را و این عملی که میکنیم و این را خالص برای خودت بگردان و تو دعا را قبول میکنی. نگم تو میگه این دعای
بعد از سنت ثابت شد. احمق مردم جاهل. در وقتی که دعا میکرد ابراهیم علیه السلام عبادت کار میکرد، این دعا را میکرد. این تو نیست که بعد از سنت التزام بکنی. یکم دفعه ضرورت باشه خیره، ولی همیشه دعا کردن او را حتی ثواب دانستن واجب، حال واجب میگن. بخیر بدعت است، کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. زیر رسول الله این کار نکرده، صحابه نکردگی است. یکی یک آیت عام است، یکی عمل خاص است. بر عبادت در هر بخش یک دلیل خاص میخواهد. چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و همیشه نکردگی است، همیشه او را نباید تو بکنی. کردی من حیث دین این بدعت میشه. و از بدعت پیامبر صلی الله علیه و ترساند امت ایاکم و محدثات الامور. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ای رب واجعلنا بگردان ما را مسلمین مسلمان تابعدار لك برای خود و من ذریتنا و اولادی ما نسل ما را امتا مسلمه یک امت و جماعت بگردان مسلمتا که منقاد تابعدار باشند لك برای تو اطاعت بکنند. و ارنا مناسکنا نشان بده به ما اعمال عبادات ما را یعنی اعمال حج و توب علینا رجوع کو به بالای ما گناه ما را عفو کو انک انت التواب الرحیم. یقینا تو یا الله تواب بسیار توبه قبول کننده استی، ما توبه کردیم. رحیم نهایت رحم کننده استی، رحم کو به بالای ما. سعی کنین در آیت قبلی دعا کرد که عبادت ما را قبول کن. دوم دعایش چیست؟ که ما را یا الله مسلمان بر خود بگردان، تابعدار بگردان، یعنی به ما توفیق بده که همیشه اطاعت تو را بکنیم. دعای انقیاد کرده و انسان باید از الله بخواهد. بر ما شما پیامش است که انسان از الله باید بخواهد، یک مسلمان که مرا همیشه توفیق بده به عمل صالح، دیگه نشه که گناه بکنم. و بر اولادیش دعا میکنه که الله اولادیم صالح بگردان، اولادی مرا یک امتی که تابعدار باشه. و دعا میکنه که توبه ما را قبول کن، اشتباهات ما را تیر شد ببخش. ما شما تو دعا نمیکنیم، بسیار کم دعا، غیر دنیا میخوایم خلا. این کلش با آخرت ارتباط داره. آیت قبلی هم و این هم با آخرت ارتباط داره. دنیا ما شما فقط دنیا میخوایم، باید زیاد آخرت بخوایم. دنیا را هم در پهلوش ولی زیاد آخرت بخوایم. ربنا ای رب، در دعا وسیله میکنی اسماء حسنا را. ربنا ای خالق معبود، ربنا معنیش خالق معبود متصرف. وجعلنا بگردان ما را بگردانی کار الله میتانه. مسلمین تصنیه است، دو مسلمان تابعدار لک فقط از برای خودت، یعنی منقاد برای حکمت برای فرمانت. و من ذریتنا یعنی وجعل من ذریتنا بگردان از اولادی ما برای خود دوانم با اولادی خدا. از این فهمیده میشه که اسماعیل هم اولاد داشت. من امتا یک امتی را جماعتی را جور که از اولادی ما مسلمتا که تابعدار باشد، منقاد باشد، تسلیم باشد لک بر فرمانت، فقط اطاعت تو را بکنه، دیگه قوانین دیگه نظام اطاعت نکنه، دیگه کس اطاعت نکنه، سجده و رکوع دیگه کس نکنه، حاجزی بر تو بکنه. و ارنا مناسکنا برای اولاد خودم دعا کن. ما شما باید برای صلاح اولاد دعا کنیم یا الله اولادی ما را صالح بگردان. و ارنا مناسکنا، ارنا یعنی علمنا، به ما نشان بده، تعلیم بده. مناسکنا یعنی قوانین احکام عبادت ما را. مناسک همه احکام عبادت شامل میشه، نماز، روزه، حج هم شامل. مناسک اعمال حج، چه قسم حج بکنیم، چه قسم طواف بکنیم، کجا بریم، مزدلفه بریم، عرفات بریم، میره یاد بده. یعنی از این فهمیده میشه که طریقه عبادت از جانب الله وحی میشه. خود انسان حق نداره که چی بکنه، طریقه جور کنه در عبادت. این میگه ابراهیم علیه السلام که می اعمال عبادت، کیفیت عبادت به ما یاد بده، تعلیم بده.
چه قسم عبادت تو را کنیم؟ اگر یک کسی به طریقه و خواهشات خود الله را عبادت کنه بازم کافر میشه یا مشرک میشه یا مبتدی میشه. اگر امیال مشرکین مکه یا مشرکین هندوستان نی بود پرستا و با طریقه خود عبادت میکنه یا میکنن نه با فکر خود الله را عبادت میکنن ولی کفر است، شرک سجده میکنن، کفر است، شرک است. یهودی ها امیال به فکر خود عبادت میکنن، نصرانی ها به طریقه خواهشات خود عبادت میکنن، بودایی ها آتش پرست ها ولی کافر هستند. یعنی طریقه عبادت هم از جانب الله است، حکم عبادت فرمانش هم از جانب الله است، کیفیتش هم از جانب الله است، مقدارش به کدام اندازه و هم از جانب الله است. مثلا نماز صبح فرض 2 رکعت است، اگر میال کسی مقدارش 3 کرد نمازش باطل است، ثواب نه بلکه گناه میکنه. 3 رکعت یا 5 کرد زیادش کنه، اگر 1 کرد هم باطل است، 3 کرد هم باطل است. رکوع 1 است، سجده 2، اگر رکوع را 2 کرد نماز باطل است، سجده را 1 کرد باطل میشه، عوض گناه ثواب گناه میبره. این قسم مقدار عبادت هم از جانب الله است، کیفیتش هم چگونه و هم از جانب الله است. هیچ مردم از پیش خود عبادت جور کرده رئیس، مردم از پیش خود عبادت جور کرده رئیس، اونم بدعت است. کسی عبادت از پیش خود جور کرد، الفاظ ذکر جور کرد، طریقه و کیفیتش هم بدعت میکنه. و کل بدعت ضلاله، هر بدعت آتش است. گمراهی رسول الله صلی میگه و کل ضلاله فی النار، و هر گمراهی در آتش است یا مبتدی جایش در آتش است. اگر که عبادت کنه ذکر بکنه، یکم تو را ببین یا رسول الله یا رسول الله، تا بگه یا رسول الله میگه خب شرک است و بدعت است. اگر میگی که رسول الله میشنه و حاضر است مشرک میشه. یا رسول الله یا رسول الله تا بگه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. الله بر ما یاد داده چه قسم دعا کنیم، چه قسم عبادت کنیم. سیکو ابراهیم علیه السلام طریقی عبادت یاد نداشت، میگه یا الله نشان بده به ما، ارنا نشان بده، علمنا تعلیم بده، مناسکنا طریقی عبادت، مناسک جمع منسک، چه قسم عبادت تو را کنیم، چه قسم نماز بخونیم، چه قسم حج کنیم. در جگه از پیش خود جور کردی حال مردم میره هر طرف بوسه میکنه، مقام ابراهیم هم بوسه میکنه، در جای بیت الله خدا میماله، این بدعت است. فقط رکن یمانی را میمالی دستت بوسه نمیکنی. حجر الاسود وقت پیدا شد امکان بود بوسه میکنی، نبود نه از درست الله اکبر میگی خلاص. توجه هستیم؟ چیز کفن ها را تکه سفید میبره در زمزم میشه یا کفن خدا میاره، دستمال دوجه میماله میاره، نه از پیش خود کار را جد کرد، هر طرف بوسه میکنه. بعضی دیوالای مسجد هم میماله خدا، در دیوالا را در میماله با در سر خود میماله. و توب علینا انک انت التواب الرحیم. توب علینا رجوع کو به بالای ما، توب یعنی که رجوع کو، توبه ما را قبول کو، رحم کو به بالای ما، انک انت التواب، یقینا تو بسیار توبه قبول کننده هستی، یعنی مغفرتت بخشتت عظیم است، رحیم رحمتت واسع است، فراخ نهایت رحم کو به بالای ما. سیکو توبه انبیاء علیه السلام با الله توبه میکردن. رسول الله صلی میگه من در روز 100 مرتبه توبه میکنم، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. انسان همیشه توبه کنه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای رب، ای خالق، ای معبود، دوامک وابعث روان بکو، ارسال بکو، فیهم در بین امی عرب ها رسولا پیامبر، منهم از جنسشان که انسان باشد، یتلو علیهم آیاتک بیان بکند به بالای زینا، آیاتک آیات تو را، احکام تو را، فرامین تو را، دستورهای تو را، و یعلمهم الکتاب تعلیم بتا بینا کتابتا، یعنی کتاب آسمانی را برشان تعلیم بتا،
والحکمت، حکمت یعنی فهم کتاب سنت حدیث یادشان بده و زکیهم و تزکیه و پاکشان کنه از رضایل اخلاقی و رضایل عقیدتی کفری و شرکی. انک انت العزیز الحکیم، یقینا تو یا الله العزیز غالب هستی به بالای همه، کاری که اراده کنی میتونی، الحکیم صاحب حکمت هستی، در هر کارت فایده و حکمت هست. سکنی هم دعا با آخرت هست. یعنی کسی را دی عرب ها روان کو پیامبر باشه که کتاب تو را بر از اونا تعلیم بده و تربیهشان بکنه و نظام الله را تنفیذ کنه. نظام الله را، فرامین الله را که قرآن است، این را تنفیذ کنه، تطبیقش کنه، تنفیذش کنه. دعا میکنه ابراهیم علیه السلام. ما و شما باید همیتو دعا کنیم یا الله دا اولادی ما علما، عالم قرآن، عالم حدیث، عالم با عمل، این بسیار مهم است. خود ما باید برای خود دعا کنیم، برای اولاد خود، برای قوم خود، برای منطقه خود، برای ملت خود مسلمان. یا الله این مردم به راه درست روان کن، مغفرتشان بکن، هدایتشان بکن. یعنی بزرگترین نعمت تعلیم و تدریس و قرآن و کتاب الله است. سعی کن برای قوم خود، برای اون مردم دعا میکنه. ابراهیم علیه السلام دعا میکنه. خب میفرماید که ربنا ای رب وبعث، روان بکو، بفرست، فیهم، ربنا میگه، ربنا اللهم، ای مردم و شما میگه خدایا، او خداوندا، این گپا خداوندا در کجا خداوندا؟ در قرآن؟ خداوند در قرآن؟ خدا است؟ در حدیث است؟ نه. حالا بانو گپایت چیزی بگو که الله میگه ولله الاسماء الحسنى، از برای الله نامای شایسته است، فدعوه دعا بخواین، هو زمی الله طلب کنید، بها بمی نامها رب، اللهم یا رحمان، یا الله، یا رحیم، یا عزیز، یا جبار، یا سلام، اینی را یا خدا، خدایا، خداوندا، یا سختن تالا نوارو، سختن تالا این چیز. بعضی گاد میگنی انگلیس ها، یا گاد این دعا، یا بگوان پارسی زبان ها خدا، یا خداوندا، یا یک چیز دیگر هم میگرن، سنما، یا سنم خب بطه میگه، عمردار خور نام الله را سنم سر الله نام ماندی، تو الله را میشناسی، چی حق داری که امیال یک کسی نام مرا تغییر بده دیگه نام بانانی یا نام دیگر؟ چقدر بد است. سر الله نام مانده است پیش خود. سنما دستارم بالا میکنم، سنما ای سنما جفا رها کن. کلمات شرکی کفری مردم یا گمراه میکنن. سنما جفا، خدا ملنگ جور کنه در زیارت رفته می گمراه کردن. سنما جفا رها کن، شرکیه دیگه. ربنا رب تصورش خالق، آفریننده، متصرف، قدرتمند، معبود برحق. یعنی تصور کن ربنا یه رب، کسی که تربیه میکنی، اختیارات داری، توانایی داری، خالق هستی، رازق هستی. رب بسیار معنا داره، یک معنا داره. قرآن معنی رب کده، اقرأ باسم ربک الذی خلق. رب بسیار. ربنا وابعث، روان بکو، ارسال بکو، فیهم، در اینمی عرب ها، یعنی در اینمی عرب ها، دمی امت مسلمه، دمی امتی که مسلمان تابعدار است. رسولا یعنی پیامبرنده، پیامبر که پیام الله را بود. منهم یعنی از انفس خود، از نفسشان، از جنسشان، عرب. از فیهم فهمیده میشه که عرب است، منهم انسان است. علامه الوسی در روح المعانی حنفی است، مفسر.
میگه کسی بگوید که رسول الله صلی الله علیه و عرب نیست کافر میشه. اگر بگوید که بشر نیست، بشر نبود بلکه نور بود، از بشریتش انکار کنه، بازم کافر میشه. دیگر الله میگه که بشر بود، من از جنس خود انسان ها، یعنی انسان باشه. این جمله دعای ابراهیم و اسماعیل، دعای مبارکیش. خب والله دعای زیر قبول کرد، دعای ابراهیم اسماعیل خاتم النبیین روان کرد در عرب. در عرب نبی نامده بود، پیامبر خاص نبی مستقل که مستقل بر عرب ها و به کل جهان، خصوصا در عرب فرستاده شد. الله آخری پیامبر خدا بسیار عرب عزت داد، در عرب روان کرد که او پیامبر کل جهان بود، ولی در از یک قوم باید شروع کنی که او قوم عرب و با زبان عربی قرآن نازل کرد، زیرا بهترین زبان، آسانترین زبان، زیباترین زبان عربی است. یتلو علیهم آیاتک که بیان بکند با بالا از اینا. خب این پیامبر چی کار کنه؟ نان بخوره؟ نه، میگه یتلو بیان بکنه. نان خود هدف عظیمشی که بیان بکنه با بالای عرب ها و انسان ها، دعوت به آیاتک، احکام تو را، کتاب تو را، قوانین تو را، دساتیر تو را. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم بده بینا کتاب را، کتاب برشان یاد بده، کتاب برشان یاد بده. اولین معلم قرآن کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و به می خاطر می فرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است قرآن یاد بگیره برای دیگران یاد بده. این ما و شما باید آخری تلاش خدا مصرف کنیم، قوت خدا قرآن یاد بگیریم و برای دیگران یاد بدیم. به این درجه که مفسر شویم میتونیم، آسان است، کل ما میار توانایی داریم. بار بخوانیم، وقت بدیم، تلاش کنیم، جدی دیگه بسیار وقت میخواه. تعلیم بده کتاب الله را. اولین علمی که فرض است علم کتاب است، علم قرآن است. و اولین معلمی که پیش الله ارزش داره معلم قرآن بر مردم بیان کنه. و الحکمت یعنی سنت مطهره. حکمت فهم قرآن است، علم قرآن که سنت حدیث است. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، حدیث شرح قرآن است. قرآن یاد بده حدیث، درس قرآن درس حدیث. این وظیفه کی بود؟ از رسول الله صلی الله علیه و تعلیم قرآن و تعلیم سنت یا تعلیم حدیث. وظیفه کی بود؟ از رسول الله صلی الله علیه و کسی که وظیفه را انجام بده کار نبی را انجام داده، بسیار درجه داره، با مقام نبی بسیار نزدیک میشه، با رسول الله هم در روز قیامت بسیار نزدیک میباشه، بسیار درجه داره، بسیار پرسان نکنید. در این باره چه آیات ها و حدیث است. شما بسیار کوشش کنید قرآن حدیثی را بخونید. دمی جوانی تان جوان هستین تا که زنده است باید ختم کنید. و ای تو هم نگوین که دور از نه تا نمیاد خوب وقت بده. مرگ معلوم نیست که شاید این لحظه بمری، باز میمانه از پیش. حریص باشیم ما شما. و یزکیهم و پاک و اینا را، و یزکیم تزکیه کنه اینا را، پاکشان کنه. پاک از چی است؟ پلیتی، شرک، کفر. اول تزکیه از عقیده، اول تزکیه عقیده است. عقیده از کفر شرک. تزکیه به معنی تطبیق است، یعنی تربیهشان کنه و اسلام تطبیق کنه، در تطبیق شرک اول گم کنه، بعد از اون توحید در قلبشان غرس کنه، بعد از اون اعمال، اخلاق و نظام، قوانین سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. از تزکیه تطبیق فهمیده میشه. یتلو علیهم دعوت فقط تبلیغ. تعلیم یعلمهم الکتاب، تعلیم فهماندن و تربیه. یزکی تزکیه به معنی تطبیق کردن. علمای ما فعلا بعدش اون دعوتگرشون کم است، کمش دعوت میکنه، صحیح دعوت کل اسلام بیان کنه، کم است. دوم اگر تعلیم تربیه میکنه این خوب است، بسیار کم است. کم دیگهش تربیه نه که دوامدار، و تربیه یک سیوه خاص خود داره. یک تبلیغ از گپ میگی میره، یک تربیه است، او دیگه کار جماعی و کار اجتماعی و کار جمعی میخواد.
و سیوم تطبیق است. تطبیق خو بسیار مشکل است، یک ذره قوت میخواه، زحمت میخواه، ولی علمای ما کمش است، بسیار کم که تطبیق بدون حکومت نمیشه. قانونه که تطبیق میکنی بدون قوه اجراییه نمیشه، بدون حکومت. تا که حکومت دولت نگیره عالم نمیتونه قرآن تطبیق کنه. علمای ما که برای کار کنن که ما حکومت را ایجاد کنیم که قرآن تطبیق کنه بسیار کم، بسیار. از 1000 دانه یک دانه والعالم چقدر پرسان میکنم میگن و ما علینا الا البلاغ، و ما علینا الا البلاغ، و بالای ما فقط رساندن است. ما را چی دیگه؟ مردم عمل میکنه یعنی رسول الله تو کرد و ما علینا الا البلاغ دیگه معنا داره. معنیش چیست که یعنی من مسئول نیستم که قرآن در قلب شما داخل کنم، یعنی من نمیتونم که به زور شما را مسلمان کنم، معنی نیست. ولی تربیه باید بکنی. رسول الله تربیه کرد و تطبیق حکومت ایجاد کرد. آیا پیامبر دولت ایجاد نکرد در مدینه؟ بعضی مسئولیت نمیفهمه، کامل احکام الله تطبیق نمیشه. نه اون میگه من دکتر هستم، اون میگه من انجینیر هستم، ما رو چی بگه پا؟ اون میگه من ادیب هستم، نویسنده، ما رو چی؟ اوش میگه من دکاندار هستم، اوش میگه من تجار هستم، یا میگه من مولوی هستم، امام مسجد، مولای مسجد. مردم یک کلمه الف با تا سا یاد میتون، ما رو چی بگه پا؟ خب این کار کی بکنه؟ این کار کی بکنه؟ بسیار نافهمی است، نادانی، درک وسیع ندارن، این گپا را میزنی. وظیفه کل امت است، کل مسلمان، تنها عالم نه، تنها انجینر نه، تنها دکتر، کل مسلمان کسی که ایمان داره. الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ای مؤمنین ایمان دارین به کتاب الله، به ذات الله، به وحدانیتش. کتب فرض کرده شده، الزامی شده گیست. علیکم به بالای شما مؤمنین، کل مؤمنین میگه چی فرض شده؟ القصاص، اجرای حکم قصاص، اجرای حکم قصاص فی القتل، درباره کسای کشته میشه. کل ما به صورت مجموعی مکلف هستیم قانون قصاص چی کنیم؟ تنفیذ کنیم. اگر مولوی بگوید مرا چی، وزیر بگوید مرا چی، رئیس دولت بگوید به ما چی، ملا بگوید به ما چی، قاری بگوید ما قاری قرآن است، یگام ختم و یگام فاتحه را به ما پیدا کنیم، نه مرا چی. و انجینر بگوید به ما ساختمان، کار ساختمانی را پیدا، به ما چی، کار برق پیدا کنه. دکتر بگوید اگه مریض که شد تو رو به ما بیاریم، به ما چی. خیلی کار کی میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، این بالای کی خطاب است؟ گفته که علما یا ایها الذین آمنوا، دیدین فعلا قصاص تطبیق میشه؟ نه. مسئولیت کیست؟ بگوید. یک آیت دیگه است یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنین فرض شده به بالای شما روزه ماه مبارک رمضان، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب ولی در روزه میبینی کلگی روزه میگیره، نه؟ اگه یا روزه خوره یکم روزه خوره گیر کنن لط میکنن یا نه؟ روزه خوره گیر کردیم سیلی کاریش میکنن. چرا روزه خوردی؟ خب اگه بگوش چرا روزه میگیری؟ حکم خداست، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم. چرا روزه خوره لط کردی؟ حکم خداست. خب حکم الله یا خدا است که میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص هم فرض شده، عین الفاظ. برای چقدر کار کردی؟ نهی ببینی هیچ. متوجه شده؟ تا وقتی که قانون کل اسلام جزاییش سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، مرد و زن دست قطع کنید. کی را میگه قطع کنید؟ مؤمنین. باید حکومت ایجاد کنن، قوت ایجاد کنن، نیروی را، حکومت را که کار بکنن. الزانیة والزانی فاجلدوا یوم امرأة،
مرد و زن زناکاره فجلدو چی بکنیم؟ دوره بزنین کل واحد منهما 100 جلده 100 دوره. و اینه کی میکنه؟ حالا میشه؟ قانون تطبیق میشه؟ دزد مجازات میشه؟ این وظیفه کی است؟ دیدین که کل ما و شما گناهگار هستیم. فهمید؟ تنها اسلامی نیست که کلت زده برو نماز بخوان خلاص. تنها اسلامی نیست. یک فرض نماز نیست. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. متوجه هستی؟ دقیقا مسئولیت ها داری. بسیاری مسلمان جوان مسئولیت خود نمیفهم که چقدر فرایض به بالای ما فرض شده. تا وقتی که نظام کامل الله تطبیق نشه ما و شما مسئول هستیم. توجه هستیم؟ تنها این نیست که تبلیغ بکن، تنها این نیست که باید کار بکن. و از تبلیغ شروع، از آگاهی شروع میشه و اول مرحله شه. اول علم، باز رساندن، تربیه کردن، باز کل گیره یک حکومت اجماعی و اتفاقی مسلمان ها. تطبیق اسلام است. من یکم دفعه میگم مسلمان ها فعلا مسئولیت خدا نمیفهمند که چقدر چی سر ما فرض است. اجرای حکم قصاص هم سرت فرض است، اجرای حکم سرقت هم سرت فرض است، اجرای حکم زنا هم سرت چی است؟ بسیاری میفهمه این گپا؟ نه او میگه من این کار هستم، او میگه من او کار هستم. مرا چی به این گپا؟ اینجا گفت و یزکیهم، تزکیه کنه، پاکشاد کنه از کفر و شرک، تطبیق کنه اسلام، تنفیذش کنه. انک انت العزیز الحکیم، یقینا تو یا الله فقط تو عزیز غالب هستی، غالب زوراور هستی، هیچ کس تو را مغلوب کردن نمیتونه. عزیز چی معنی؟ قدرتمند هستی، میتونی همی کار کنی که یک پیامبر روان کنی که این خصوصیت ها را داشته باش که یتلو علیهم آیاتی و یعلمهم و یزکیهم. ای تو نبی پرقوت روان کن. حکیم هستی، هیچ کاری را نمی کنی مگر دو حکمت و فایده باشه، مصلحت انسان ها باشه. پس شما دیدین که ابراهیم علیه السلام ای تو دعا کرد. ما و شما باید اول عبادت که میکنیم دعا کنیم یا الله عبادت ما را قبول کن، از الله بخوایم. دوم ما را توفیق بده که اطاعت تو را کنیم، از گناه مانع ما شو یا الله. ما هم تلاش میکنیم ولی توفیق الله، مدد الله، نصرت الله ضرور است. اعمال عبادت از الله یاد بگیریم. از کجا یاد بگیریم؟ از قرآن و سنت. همیشه با الله توبه بکنیم و دعا کنیم که توبه ما را قبول کن. و دیگه دعا کنیم که در اولادی ما علمای برحق پیدا شود که بر مردم کتاب الله را تعلیم بده، سنت رسول الله صلی الله علیه و و بر تطبیق اسلام کار کنه، جد و جهد کنه، جدا کار کنه، بر تطبیق قرآن کار بکنه. این دعای ابراهیم علیه السلام. حالی که در بیت الله میرن چه میگه؟ دعا کنی که ذره پیسه دار شویم. خب یک کمک مشکلات، اون اولاد نداره، میگه نه. نمیگه که دعا کن که من اصلاح شوم، دعا کن که من مسلمان واقعی شوم، مسلمان تابعدار. نمیگه نه؟ این گپ نمیزنه. دعا کن که اولادم اصلاح شوند، دعا کن که رزق حلال الله به من بده، دعا کن که اسلام تنفیذ کنم، داعی شوم، دعوتگر شوم. اینطور نمیگه. دعا کن که ذره پیسه میاد. حتی بعضی میره به خاطر پیسه به بیت الله میره که پیسه دار شویم، سرمایه دار شویم. باز میگم والا تا که ما رفتیم سریعگام تا حج فارید این سرمایه دار شد ما نشدیم. یکم مصرف هم کردیم. این چطور میشه؟ جهالت. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. و من یرغب کی است که اعراض میکند عن ملت ابراهیم، از دین ابراهیم علیه السلام، الا
من سفیه نفس، مگر کسایی که احمق کردگی است نفس خودان را، جان خدا احمق کرده، جاهل است. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، یقینا انتخاب کردیم ما، برگزیده کردیم ابراهیم را فی الدنیا، در دنیا، و انه فی الاخرة لمن الصالحین، و بدون شک ابراهیم علیه السلام در آخرت لمن الصالحین، حتمی از جمله صالحین و نیکوکارا است، از جمله آدمای صالح، انسانهای نیک است. حالا الله ای را دیگه بخش داستان ابراهیم بیان میکنه. قبلا بیان کرد که الله ابراهیم انتخاب کرد، داستان بیت الله را بیان کرد که منار توحید، مرکز توحید بود و توبیخ شدید بر مخالفین یهود نصارا کرد. حال تاکید میکنه که هر کسی از دین ابراهیم او رفت، یه خدا احمق ساخت، جاهل ساخت، خدا با آتش برابر کرد. ابراهیم علیه السلام با عقیده توحید و نظام توحید، دساتیر وحی استوار بود. هیچ وقت از غیر الله را معبود نگفت و از غیر الله اطاعت نمیکرد و عبادت غیر الله را نکرده کیست، نافرمانی الله را نکرده کیست، کلام گناه، هیچ وقت شرک نکرده، کفر نکرده، همیشه برای تطبیق اسلام کار کرد، حتی هجرت کرد، از عراق گرفته تا فلسطین، تا سوریه، تا مکه، تا مدینه، کل اکثریت کشورهای که انسان ها بود گشت و دعوت داد، مبارزه کرد. پس شما در دین ابراهیم به دین توحید استوار است، اطاعت از وحی الله و دستور الله. شما باید اینطور باشید اگر میخواین در دین ابراهیمی باشید. نه مشرکین مکه میگفتن ما در دین ابراهیمی هستیم، 360 بت عبادت، 360 خدا، 360 متصرف، نامش دین ابراهیم بتان شکستان. ابراهیم غیر از الله دیگه کس مدد نمیخواست، به غیر الله سجده نکرده. شما شرک کرده رایستیم، میگه من در دین ابراهیمی هستم. مثل که یکم تا میگه ما شاگردای فلانه مولوی صاحب، و فلانه مولوی صاحب که آدم بد نبود، مشرک نبود، مبتدی نبود، تو در عقیده شرکی بدعت نامش گناه را کده رایستی، چه قسم شاگرد از اوستی؟ و آدم بد نیست. اینا را الله رد میکنه. میگه من یرغبو، کی است که روی بگردانه، رغب یرغبو، رغبت که سلیش عن واقع شود به معنای ایراز میاد. اگر فی واقع شود به معنای محبت، رغب فیه، رغب یعنی محب، یعنی محبت کرد، میلان قلب. اینجا سلیش عن واقع شده، کیست که ایراز بکنه؟ من به معنای استفهام است یا ما یرغب و ایراز نمی کند، روی نمی گرداند. عن ملت ابراهیم، از دین ابراهیم. ملت او را میگه که دو عقیده باشه، نظام از عقیده ابراهیم، از قوانینی که به ابراهیم علیه السلام نازل شد. دین ما و شما اسلام، قرآن که نازل شده با ابراهیم هیچ تفاوت نداره، بسیار کم تفاوت، بسیار موافق است. کیست که دین ابراهیم ایراز کنه؟ الا من سفیه نفسه، دینی که بسیار روشن و واضح است، مگر کسی که سفیه یعنی بیعقل کرده باشد نفس خود را، احمق کرده باشد نفس خود را. یعنی غیر از احمقا، بیدینا، کفار که است احمق هستند. الله در قرآن میگه و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خبردار، خود این کافرها منافقین سفها و بیعقل هستند. یعنی عقلی که راه درست برات نشان داده نتانه، او حماقت است، کافر احمق است. الله میگه هر کسی که دین ابراهیم که عقیده توحید، نظام توحید است دور شود، این خود بیعقل کرده و احمق کردگی است. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، علی مقام ابراهیم بیان میکنه. ابراهیم کسی است که ما را انتخاب کرد. الله میگه ما انتخابش کردیم، برگزیده کردیمش فی الدنیا، در دنیا از بین سایر مخلوقات. انتخاب چی بود؟ رسالت برش دادیم، پیامبری را دادیم، نبوت دادیم، مقتدای مردم امامت دادیم برش. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، یقینا ابراهیم در آخرت از جمله چی؟ صالحین، مقربین الله است که در درجات بسیار بلند می باشد.
پس ابراهیم الله چرا انتخاب کرد و در آخرت را قدر درجه داد؟ به خاطر که دنیا به خاطر الله و دین الله و کتاب الله و فرامین الله بسیار زحمت کشید. الله بر از او کتاب نازل کرده بود، مثل که می فرماید صحف ابراهیم و موسی ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم صحیفه ها کتابایی بود که به او نازل شده بود، خرد صحیفه ها، اون مطابق از او عمل میکن. به خاطر که تطبیق کتاب الله و نظام الله بسیار زحمت کشید، حتی قومش در آتش انداختش، قوم مخالف، فامیلش مخالف، پاچا و حکومت مخالف، که کلش زد مبارزه کرد، تسلیم نشد. حال ما شما قوم موافق، خانواده موافق است، اکثر ملت مسلمان است ولی کار نمیکنه. کجا ما را در آتش میپرد؟ او فهمید که در آتش میپرد مبارزه کرد، به این خاطر الله درجه دادش. هر قدر در اسلام تکلیف برداشت کنی همان قدر درجه و مقام پیش الله پیدا کنی. هر قدر خوشگذرانی کنی و پشت دنیا بدوی همان قدر بی درجه و بی حیثیت هستی. الله داد پیش الله ارزش نداری. اس قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد که وقتی را که گفت از برای ابراهیم رب و خالق و معبودش که الله است، اسلم منقاد شو، تابع شو از برای حکم دستور ما. قال گفت ابراهیم اسلمت لرب العالمین، تابع شدیم از برای خالق جهانیان. اینا سعی کنیم. الله میگه ربش به ابراهیم گفت که اسلم یعنی منقاد شو، استسلم به حکم رب، هر فرمان الله را عملی کن. نگو که قوم مرا بد میگه، مردم خوب نمیگه، مردم ما را اینطور میگه. و نفستا خالص بکو برای الله با اخلاص. اسلام چی نمیگه؟ انقیاد تابعداری. هر حکم الله را قبول کو، عملی کن. مسلمان کسی که حکم الله را قبول کنه عمل کنه. این که عمل نمیکنه این مسلمان نیست، عمل نمیکنه. یک چیزی هست که بنام است، مسلمان حقیقی نیست، واقعی نیست، تذکره است. و نه در تذکره دین اسلام خلاص، و او سبب نجات نمیشه، او سبب به دست آوردن نعمت نمیشه. الله که برش گفت منقاد شو، قال گفت اسلمت، عاجل جواب داد متابع هستم، منقاد هستم لرب العالمین، به امر و فرمان خالق جهانیان. هر حکمی که کنه قبول دارم، به سر و چشم عمل میکنم. این صفت مؤمنین الله صفت صحابه را بیان کرده، در صفت صحابه هم میاد. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالو یکی است صحابه رسول میگویند سمعنا و اطعنا، شنیدیم قبول کردیم، و اطعنا عمل میکنیم، اطاعت میکنیم. غفرانک ربنا، اگر در تطبیق حکم تو یا الله کدام کوتاهی صورت میگیره، غفرانک مغفرت میخوای، بخشش میخوای از تو ای رب، و الیک المصیر بطلب. این صفت صحابه بود. حال یک که بگو اینی آیت قرآن است، این حدیث است، این در مذهب ما است، در مذهب ما است. استاد ما گفتم مولوی سید مجد ما میتو میگه فلانه رهبر در تنظیم ما است، در ما خود فلانه تنظیم است، در طریقه ما است، ما خود نقش بندی استم. پیر صاحب گفته، رهبر صاحب گفته، امام صاحب گفته، میتو میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، صحابه گفته، ائمه اولین ابو بکر گفته، عمر گفته، عثمان گفته، علی گفته، کلش عمل کرده. پشت دیگه چی میگردی؟ بیا عمل کو. صحابه به عمل کرده. نه توبه، ما که تنظیم خود تعهد کردیم، که طریقه خود تعهد کردیم، که مذهب خود تعهد کردیم. نه ولی تو وقت است. ولی صحابه بود و قالو سمعنا، قبول کردیم، و اطعنا اطاعت میکنیم، بس بدون قید و شرط. صحابه حکم الله را که میشید عاجل عملی میکرد. حال در فلترها میپرتند، در این فلتر پرتش یک ماشین اوس میکشش یک چیز دیگه، در او فلتر میپرتند، در او